هستی؟ شاکر شما. چی بود در گوشکی؟ قرآن کریم نمیشنویم، ما خو آهنگ میشنویم. باشه کدام آهنگ میشنوی؟ حقا نشده باشه. چی میگه بچه؟ هندیست. هندی است؟ حالا من نفهمیدم معناش. این دیدی کدام چیز میگفت؟ فکر میکنم از خانوادهش شکایت میکرد. همینطور است؟ از عشق شکایت. عشقش؟ خودت چی؟ ما عاشق نیستیم. نیستی؟ نه عاشق خدای ماست. اوه ماشاءالله. عاشق خدا هم دستی باید قرآن شریف بشنوی. 100%. دیگه چنجش میگیری نه؟ اسم مبارکت؟ الهام عزیز. 2 سوال یک موبایل جایزه. درست. آماده هستی؟ آماده است. خب سوال اولی است، اسم یک پیامبر را بگی که داخل بتخانه قوم خود میشه کل بتایشان مایده میکنه. حضرت میشکنه. تمام بتایشان میشکنه. حضرت موسی. نه. این بنوبت یاد بگو. حضرت یونس، حضرت عیسی. نه. حضرت محمد سلام. نه. برو دیگه. حضرت خضر نه، حضرت لقمان نه، حضرت یوسف نه، حضرت عیسی نه. یک پیامبر را نام بگی که داخل بتخانه قومش میشه با تبر کل بتایشان میشکنه. حضرت عیسی. نه. پس سر سوال تکرار کنم. یک پیامبر است داخل معبد قوم خود میشه تمام بتهایشان میشکنه. موسی است؟ نه دیگه کلش نام بگی. خدا مهربان است. والا از خود تقریبا لگو چقدر پیغمبر دیگه. اما نام کلش در قرآن نیست، فقط 26 27 داشت در قرآن 26 داشت نه. خب یعنی بسیار یک پیامبر مشهور است بسیار. حضرت محمد صلی الله علیه و نه. مشهور حضرت محمد صلی الله علیه و است نه. او مشهور است ان شاء الله. و در قرآن جای زیاد الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که بگو که من از آیین پدرم مطابقت میکنم. نام هم پیامبرم گرفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم از سلسله نسبش است. حضرت حضرت ابوبکر نیست؟ یا نشد؟ نه. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين. ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حضرت ابراهیم علیه السلام. خب گفتم دیگه. خب شما در چیز گفتین آیت گفتین ما نامش گفتم. خب د آیت هم ابراهیم است عادی هم ابراهیم. حضرت ابراهیم. خیلی تشکر میداد. سلیمان عزیز و سدایس عزیز چند سال میشه تمرین میکنی؟ تقریبا 2 ماه میشه از من شروع کردم. تو ولی پارتنر هستین؟ پارتنر هستم. اگه نفر دیگه بیای بگه من پارتنر بگی میگیری؟ نه. خودت چی؟ من خیلی برادر است. خب برادریشان محکم است. 2 سوال یک موبایل جایزه. 3. یک نماز از تنها در ماه مبارک رمضان خوانده میشه. تراویح. ماشاءالله تراویح. میری تراویح؟ 100%. تراویح هم با هم یک جای میرین؟ بله. خب اگه یک روزی نره یک شب تراویح خیر شب است روز نیست نه؟ باز خودت هم نمیری؟ نه من میرم باز. نه بله دیگه در مسائل شرعی آدم چی نمیکنه. خب سال 2 آماده هستی؟ بله. نماز جنازه چند تکبیر داره؟ 4 تکبیر. 4 تکبیر صحیح است؟ 2 تکبیر. 2 تکبیر؟ 2 تکبیر. این میگه حتما تو از طفله میگی دیگه. کلش یکی است نه؟ خب حالا 4 صحیح 2ش یکش انتخاب 2 صحیح است. مقصد یک نقل بدم از اینمی 2 تا یکیش صحیح است. 2 صحیح است. تو صحیح است؟ من میگم 2. والا صدایس عزیز چند نمره هستی؟ ما اول نمره. نه ما اول نمره گیزی خراب نمیکنم غلط نقل میدی. بیادر غلط نقل میدید. مهربانی فرمایید. تشکر. هر 2 سوال صحیح درست جواب داد. خیلی موفق باشید صدای جان. سربلند باشید. سوال اول یک نماز است که تنها در رمضان خوانده میشه. نمازی که تنها در تراویح است. ماشاءالله. آفرین. من نفتون با استعداد معلوم میشی؟ یک سوال 50 نمره آوردین. با یک سوال دیگه این موبایل از بلال عزیز است. کدام مضمون زیاد دوست دارید؟
مضمون ریاضی زیادتر خوشم، جغرافیا و بیولوژی. خب چهره ساینس تست چی میگن؟ ساینتیست ها را داری. بله خوبش نیست. سوال دوم، نماز جنازه چند تکبیر داره؟ نماز جنازه 6 تکبیر. 6 تکبیر به نظرم. نظر تو مهم نیست، نظر حدیث بگو. علما بیا خیر 6 خانه است، خیر کمک میشم کردی انشالله. یکی دیگه هم میتونی انتخاب کنی، 6 نیست. 12 شاید باشه. نه کم کو بچه، کم کو. 12 بالا نرو پایین ده. این دیگه this is your last chance. دسرله اوکی. دا به نظرم باشه. 11 پایان نو. من میگم از 6 پایین میاد تو. از 6 به پایان خیلی تقریبا 3 تکبیر میشه، 3 یا 4 تکبیر در بین از این دو تاست. در کدام جنازه جو واقعی نشدی حتما؟ آه دیگه برابر شدیم چند پیره، اما زیاد نه 4 تکبیر. 4 تکبیر خب خیلی مشکل نیست. تشکر. در ماه مبارک رمضان یک نفر متوجه نمیشه در حالی که روزه داره یک گیلاس آب می نوشه. چند روز سرش قضا میه؟ قضا سرش نمیه. ماشاءالله. آفرین. چون که امو نفهمیده گپ شما هم تو بود که فکرش نمیشه و دفعتا گیلاس آب می نوشه، بعد از این فکرش میشه اوه ما چی خوریم. حتی تو میتونه روزه خود ادامه بده، به گفته بعض از علمای ما و شما روزه را ادامه بده و باز میتونه، چون قضا نمیشه، چون نفهمیده از پیش شده است. ماشاءالله. فن یک سوال صحیح شده، مال از حال دمیم دومش صحیح است. خب یک نفر است فکر که جایش تتو زده در دست. بله. نماز میخوانه. نمازش میشه؟ نه خیر. به خاطر نمیشه چون تتو خودش میگن که تتو رو وقت میزنی، کسی که تتو میزنه و کسی که تتو در دستش هسته هر دو از گناهگار میشه. یعنی تو در پالی ازی که خلقت الله متعال به تو، الله متعال تی خلقت داده زیباست خلقت کرده، تو میخوایی رو تغییرات در اجباری که ما میخوایم اما فکر گاه پوست میرسه دیگه میرسه. خب زیر پوست میرسه، صحیح است، گپ خودت قبول است، وضوش میشه. لیکن نمازش به حساب ازی که ما و شما تا نصف کوچه میخوایم تا سر کوچه بریم، میخوایم از دروازه داریم، از دروازه نمیشه، سر دیوال میپرتیم. نه یعنی فقط یک جمله خلاص کنیم که نماز صحت داره یا نه؟ یا بله یا نه؟ 50 نه دیگه 50 یا بله یا نه؟ خیر آخر ما هم دیگه مجبوری نصف شطوره بدم. خب بله نه خیر. بله تا جای بله میشه، اما او گناه جدا است. گناه جدا است. بله نمازش